تحفه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کتابی علامه باباجان غفاروف در جماعت ریاض چنار به اهالی تقسیم کرده شد. با این مناسبت در بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 جمع آمد دایر گردید. بیشتر از کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست، هر لحظه پذیر به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور کتاب علامه باباجان غفاروف دسترس شد. خوشبختانه امروز در دهه چنار دسترس کنی کتاب برگزار شده ایستاده است. مردم سرجمانه در این معرکه اشتراک نموده ایستادند. واقعا برای آینده درخشان پیش از همه ما باید از طریق گذشته خود با خبر باشیم. این است که پرزیدنت کشور دستور دادند تا سری هر یک عائله یکتای کتاب تاجیکان باباجان غفاروف تقدیم گردد. اهالی نیز از چنین اقدام خردمندانه پرزیدنت کشور سپاسگزار بوده و با به دست گرفتن زمان با یک حسی بلند خویشتن‌شناسی به ورق‌گردان نمودن کتاب شروع نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما رحمت ما با کتاب دادن، ما رفته خانه با بچه‌ها میخونه برده نمیپمونه جاش با هر یک شهروند باید تاریخ خود را دانه خانه برده بچه‌ها خونده تیان. نظر به اطلاعی که از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند گرفتیم، تقسیم کتاب تاجیکان باباجان غفاروف در دیگر جماعت و دیهات‌های شهر با مرهم ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمانوف و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.